حدیث سهل ابن سعد رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل میکنه: من یضمن لی، کسی که ضمانت میکنه، ضمانت میده برای ما. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید چی را ضمانت میده؟ ما بین لحیه، ما بین آن هر دو علاشه از او، یعنی زبان و دهن ضمانت میده. این را نگاهداری میکنه. زبان تکلم به کلمه باطل، دروغ، غیبت، تهمت، به اموری که ناشایسته است تکلم نکنه. دهن، دندان نجوه آن چیزی که حرام باشه، حفاظت کنیره. و ما بین رجلیه، و ضمانت میکنه آن چیزی که در بین دو پای ازی قرار داره، شرمگاه ازی، که در حرام استفاده نشوه. ازمن له الجنه، رسول الله میگه ما ضمانت میدم جنت. الله اکبر. رمضان مبارک تو را آماده کرد بر می دو ضمانت که به رسول الله ضمانت بدی. بگو یا رسول الله، رمضان مبارک مدرسه بود، مرا تعلیم داد، زبانم کنترل شد، دهنم کنترل شد، شرمگاهم کنترل شد، من خو گرفتم. 11 ماه دیگر انشاءالله به مسیر رمضان حرکت میکنم، برای رمضان حرکت میکنم، تضمین میدم. اعلان ضمانت رسول الله در گوشت فرس صدا میکنم. چه غمی داری باز؟ کسی را که رسول الله ضمانت کنه، کسی را که رسول الله ضمانت میکنه، خوف و خطری داره؟ چرا؟ الله سبحانه و تعالی او را شفیع قرار میده. مقام محمود الله به کی داده؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم داده. مقام بزرگ شفاعت که انبیاء علیهم السلام نفسی نفسی صدا میکنه. دموتر مقام شفاعت برای کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. این پیغمبر برای شفاعت کرد. حدیث رسول الله را شنیدی؟ شنیدیم؟ به کدام نیت شنیدیم؟ امیالی لذت بردیم؟ یعنی که ما را وادار می سازه که بعد از شنیدن حدیث ما در صدد تطبیق حدیث هستم. چه قسم تطبیق کنم؟ زبان خود چه قسم کنترل کنم؟ دهن خود چه قسم کنترل کنم؟ شرمگاه خود چه قسم کنترل کنم؟ رمضان و جهاد تعلق داره. جهاد میره. الله اکبر. جنگ تبوک است. جنگ تبوک است. یک پرخم خرما وجود داره، به 300 و 400 نفر میرسه، دیگه هیچ چیز وجود نداره. غزوه ذات الرقاع برش میگه پیزارا از دست زیاد منزل کنده شده، پایا لط شد، دیگه پایا او نمیکنه. صحابه چادرها را تکه تکه کردن، به پایای خود پیش دادن. در فتح دستور در ملک فارس، الله اکبر، 1.5 ماه صحابه دستور محاصره کرده. نه غذای وجود داره، نه کمکی وجود داره. طعام خوردن، نوشیدن، زن، فرزند. کی بود که یاره گفته بود که بله مقاومت کن، صبر بکنی، پایداری بکنی؟ به خاطر که در رمضان تربیت شده بود. رمضان یاره تربیت کرده بود. منکو خدا، منکو به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی این چیزا منع شده میتونه. بالکل منع شده میتونه. منع شده میتونه. تو جوان که امروز این فتنه بزرگ اینترنت ها و فحاشی ها و عیاشی ها برات خیلی در بین آتش زندگی میکنی. رسول الله تو را چی توصیه کرده؟ عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. به کی فرمود؟ به جوانی که یک دم هیجانی است، قوت غریزیش در جوش است و برای زنا کردن، عیاشی کردن آنقدر زمینه هاست که هیچ پرسان نکن. رسول الله چی میگه؟ چه قسم خدا نگاه میکنه؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. کدامتان که طاقت نکاح را داری نکاح بکنه، فإنه اغض للبصر، فإنه اغض له للبصر و احسن للفجر، فإن له اغض للبصر و احسن للفجر. این روزه برای از این چشما را خیلی بند میکنه. شهوات از کجا پیدا میشه؟ که هر چیز بخوری، قوت پیدا داشته باشی، ضعیف شوی نمیتونی، توجه گم میشه و این شرمگاه را خوب حفاظت میکنه.
بعد از او چی میگه؟ نکاح به می خاطر است، نکاح به می خاطر است. رسول الله هدف نکاح را بیان کرد، چشم پایین شود. چیزی که سیاست دیگه داره سیاست خودت داره. رسول الله صلی الله علیه وسلم زن میدید در بیرون، در حدیث صحیح میآید تعجب میکرد، خوشش میآمد که زن است، دستی در طرف خانه میرفت، مشکل خود حل میکرد به خاطری که چشم بند شود. نگذاره که چشم حرکت بکنه، بعد از او قلب حرکت کنه، بعد از او اعضا حرکت کنه، بعد از او منجر به گناه شود. نه. و من لم یستطع، کسی که طاقت نداره از شما نکاح کردن، فعلیه بالصوم فإن له وجاء، متفق علیه. حدیث بخاری مسلم شریف است. بالای از روزه است. روزه نه تنها در رمضان، در اوقات دیگه، در اوقات دیگه این مثلی است که انسان خسیس شده باشه، قوت شهوانیش قطع شده باشه. معلوم شد که رمضان مبارک مدرسه تربیه بوده برای مهار کردن شهوات، برای کنترل آوردن خواهشات نفسانی. الله بکنه که ما واقعا از این ثمره گرفته باشیم. ما یقینا امی قوت هایی که ما را میکشان به سوی معصیت الله سبحانه و تعالی، توسط این رمضان مبارک به قوت یزی او را ما مهار ساخته باشیم. بعد از رمضان هم الله اموت روزه را نصیب ما بکنه. روزی عادی نی، روزی سرسری نی، روزی که واقعی روزه باشه. الله اموت روزه را بر ما نصیب بکنه و الله قبول کنه. الله سبحانه و تعالی از شفاعت روزه و قرآن ما را محروم نسازه.